امروز ما با یکی از زواتای اومدیم که تجهیزات‌های برای автосервис تیار میکنن. در اینجا حتی نام ما رو نوشته موندن، اینستاگرام ما رو. این یک اپارات نو برای معاین کردن خدوی ماشین در 1 دقیقه. نگاه کنید، در کامپلکتاسیش 4 تا لازم است، 2 تا از همین، 2 تای دیگر در قفا به یگون چی پروست اپارات نیست برای داشتن چرخو. در پادیومینگ میبردارید ماشین رو در بالایش رو میمونند. این اپارات رو خیلی گیران میکنیم، ماشین رو میلرزاند و زود معاین میکند که در اینجا در ماشین چی پرابلم است. نگاه کنید، اگر کجاش هم یگون آواز برآورد زود از همینجا میفهمید و حتی چرخوی قفایش رو هم فهمیدن ممکن است. نگاه کنید، 2 تا اپارات و در قفایش 2 پادوشکا که این چیز حالا برای سرویس ها بینید یک چیزی ضرور است. در یک روز زیاده از 100 مشتری داریم میگویند. اینها در روسیه این حال 1,300,000 روبل میستند، ولی در اینجا تقریبا 300,000 شما میتونید خرید کنید. باز من نرخش رو دقیق معاین میکنم و این بهترین اپارات است. نه 360 گرادوس دور میزند، پیشتر اپارات چنین دور نمیزد، فقط یک تامینش بوده است، دور نمیزد. اگر شلو باشد دور میزند. این اپارات های نو هست. اگر برای شما هم لازم باشد ما برای خرید کردن کمک میکنیم و تو شما نیز روان میکنیم.